тамошобинон, дӯстонон, хонандагон, сабаби ҷамъ омадани мову шумо дар чи аст? сабаби ҷамъ омадани мову шумо дар он аст ки мо муассисаи давлатии маркази эҷодии кӯдакон ва наврастони ноҳияи рӯдакӣ баҳри шумо хонандагон як намоишномаи омода намудаем. яъне саҳнаҷаи тарбиявӣ. намоишнома аз 6 парда иборат аст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар рафти намоиш дар вақти пардаҳо ҷобаҷо шудан камакак вақтро мегирад. хоҳиш карда мешавад ки беодобӣ накарда бо диққат беғавғо хуб гӯш кунед. зеро ки саҳнаи тарбиявӣ аст, зарраи ҳам бошад ба худ як ҳисои маънавӣ мегиред. фаҳмо бачаҳо, бо диққат гӯш мекунем. намоишнома бо номи бемасъулиятии волидайн нисбати фарзандон. як қасаги баланд ба иттилои кушодашавӣ аст. Салом бачаҳо. Салом. Марҳамат чиye? Хуш бачаҳо, мавзӯи имрӯзаи мо чӣ буд? Ки медонад? Кани Муҳаммад? Низоми гардоӣ. Мавзӯи имрӯзаи мо низоми гардоӣ буд. Кани ба даст дартаисе. Ҳой ҳой, ту мадара қувват дорӣ, амалдоро бикуби бад дароӣ. من اقرا داشتم متاسفانه نه با اتوبوس اومدم اقرا فراموش کردم بگیرم اتوبوس وقتش گرفته بار بود من رو بخونم چیکار میکنم خاموشم جوزا نکنی. جوزونم جوزونم بعدا جواب اکرام بود اونم گرفته بار بود من تو به جوزون موندم چیکار میکنم بس خودگی برادر نبینم من باز با من بازی میکنم. اینا پیدا باز با من بازی میکنم. این دفعه همراه با پدر و مادرت بیا وگرنه با درس راحت نمیگیرم. فهمیدی؟ تشکر معلم تشکر منم امیر رو میخواستم شما چی بگه پایین میخنده؟ کنی خاموش شده؟ خوش موضوع رو که جواب میدهد؟ کنی؟ موضوع امروز ما نظامی گردائی بود بله سختایست. آن روز که افسانه بودی چون گل به چمن حواله بودی مجنون به 14 رسیدی چون سر به اوج کشیدی نظام جنجالی سال 1140 در شهر گنجا قدیمی آمده است و سال 1209 در همونجا وفات کرده است. او از خردسالی یتیم او را عمکش به مایه رسانده است. او را عمکش علمهای زمانش را یاد داده است. آفرین شیر. خوش بچه ها زنگ هم شده ایستاده است. موضوع خانگی گیره. اینشا درباره پرچم. یکم سوال نیست؟ خیر تو درس یاری همده. DJ MTR. تو تماما پول رو حساب کردن نمیتونم. حساب کردن نمیتونم. درست. خط درست میگی. منم دیروز با نزدش رفتم برای معاشگیری. و من با عوضی که 1,500 دیگه 2000 داده ایستاده است. چیه گفتم مگر معاشی ما یکم پاییز بالاتر رفته است که من 2000 داده ایستاده. چی میگه؟ این میباشد خطا شده است از سری نوزا کنن خطا نه ولی خب که سواد نداره که من رو به سری بچه مانند من حیران میشم توبه دوستان چند روز شد میگویم برای وقت خونه بیایم
نمیشه آسوده نمیکنم از کار ببرایی نه درست نیست پیشک شید یک روز کلان برای بر وقت درست بله گفت بله همین یه باز از کار دیگه نمونیم مایلش خب مایلش اومده دادا جان. بله بچه تو تا خوب نرفتی؟ نه دادا جان، منتظر شما بودم تا که شما از کار برگردید. درست کرده ایستادگی؟ بله دادا جان. بهترین خیر رفتیم بچه خوب میرویم من مونده شدم مایلش رفتیم دادا جان بابای بچه یک چیز پرسم اجازت میدید؟ او مایلش پرس بچه چی بودا؟ این ماهوش یک روحه شما چند سمون است؟ آوش یک روحه ما؟ بچه جان این بطو داخل نداره ایتماز دادا جان خیلی دونستان بخوام. خیر یکنیم از او چی بود؟ نه چیز نه دادا جان هم تو پرسیدم. هم تو پرسیدی هم بلاچه داداش مایلش رفتیم دادا جان بابای بچه من 500 سمون داده میتم نه؟ چی؟ 500 شما؟ او بچم تو این قدر پول بسیار بوده ایستاده‌ای من از کجا میابم؟ ایتماز دادا جان خیلی به من ضرور است. خیر مایلش بچه او انا خدا پول داری باز از من گرفتی این قدر پول بسیار از کجا گرفتی؟ هر گاهی که شما به من پول میداده آن را نخورده بلکه جمع کردم. اینجا 1000 سومون بوده است. فهمیدم که پول من خیلی کم بوده است از همون خاطر از شما 500 سومون گرفتم. اینجا 1500 سومون شد. دادا جان بابای بچه این پول رو گیرید. با این پول میتوانم 1 ساعت وقت شما رو بخرم. چی؟ و تا 1 ساعت با من درسم را تیار کنید. انا ببینید در من یکان بهای سه ندارم. معایبه مانده بیاد. خدر نومد رو میدمیند. همه میگویند بچه را یکان امضا ندارد. بچه جو دیر بکس مرون باق بچه من در زندگی بسیار خطایی کردم مرون باق بچه جو و تو بعدا میتونم که از همین روز اعتبارم دیگر از گاه برام اومده با امروزی ناشاید بده بشاید بچه بیا اکنون ما روزنامه اعتراف کنم بچه بیا بچم دیر موندم زود شو زینمی رئیس باز هزینش میکنم زود شو چی کار کنم خوش بیار کنی شانه رو بیار وزیر آره خوش چیکار شدم آخیر؟ با بنزد نشده باشم که اهمیت هم بینم نگردی نه بینم؟ کی ببینم؟ نه تو نادرست فکر کردی ایش تو تو نادرست فکر کردی من گفته ایستادم که مقصد در قدی راه رفتستم یکی هم ببینم نگاه کن این رفتی چی خیلی تازه چقدر خوشرو معلومه شما بگیره زنش خوشرو تربیه میکنه زنش خوشرو گرفت میگیره
نکن گپ نکن دختره بیا دختره بیا دیر شد اومد ایستا ایستا دختر خدمه بیار دختر بشه زده بوی جنس که بکنه جان بابا 50 تومان لازم است و چیکار میکنی 50 تومان رو؟ دیروز 50 تومان داده بود اومد کو؟ آخه در مکتب ما پولی آوردنی جمع کرده ایستادن ما هم کنیم معلوم شد که به سبب نیست مایلش خیر 50 تومان بله من بیا شد دادا جان یک چیز رو فراموش نکنم معلمان شما رو جیغ زد معلمات ما رو جیغ زد؟ آخر میدونی که من سیرکار هستم از سهر برامونگی شب میایم بیکار نیستم خیلی کار پیم رو یک طرفه کنم بعد یک روز به مکتبتون میرم فهمو؟ تشکر دادا جان بیا یک روز شما تو شیطان جان مالش خوشرو درسویتا خوشرو خون مالش مالش دادا جان با من هم 50 تومان ده او تو چی کار میکنی 50 تومان رو؟ با جسور داده با من هم نمیده جسور در مکتب صرف میکرده است به همون خاطر گیری تو چی کار میکنی 50 تومان؟ در مغازه اکای بوسه یک شرمیزه برو دیدم میخوام همون رو بخرم اینش میاد از این طرف هم میگیرم اینش میاد از این طرف هم گویا که کیسه من بام کیسه خطا اینش امونا بام کس من در همه کیسه هایم از این طرف بیام چه نگاه داری؟ نگاه نکر با یکم شو خواه نبره که بیایی بگیرم چند سال گفتی؟ 50 سال همه این پول میام تمام کردی فرزند من استا باز آچد نبیند که صد سومه دیگه آچد گیرد نمیدید خبادم آیسته رم این دوخی کجا شد؟ این سرک دوخی شده من چی بلا؟ اوچت کجا شد؟ اوچه هم بلا به آب رفته یا توبه من نفهمیدم نخود که دوخی رو از لبی آب پر کرده بیارم توبه ای به من دیر شد مادرت که اومد گویی که پدرم رفت من رفتم DJ MTR بیلو تو پس از با چیکار مشغول بشوی؟ من خودم گشتم وجود بازی کردم تو چیکار کردی؟ من پیش از درس به مرکز ایجادی کودکان و نورسان نوحه رودکی رفته از آنجا از محفلی سرایندگی اکتیاری و زبان انگلیسی می آموزم. یاری بسه باید چی رو فراموش کرد بازی سامسون دوست دیدیم چه کوکلاچه دیده دا هی مثلا چه باید دیدیم باید چه با کپو باید با کلاش رو نگیفتگیم که باید نبتر همین در تلفونم صورتهای عروس با پرتفتگیم خیلی آقا تو رسماتر گرفتگیم باشه خورمه سر بگیره بیا چند نبینه رسماتر بگیرفته باشه من صورت بگیرم انا کجا شد باید انا گردم جدی جلسه بابا پارتا برو انا من بالا میام تکر چو دسته بردو تباسو بگی تباسو بیا من درکتگی زرفا شد بگیریم تایستان نایمه یاد حسین حسین نمه گیری
از شما به من چیدر که دست کنم این سلفی را نمیفورم یا مولد مردم نبده یا بچه ها خمان نگیره که باید بگو یا در تگی زرم و سلفی گرفته شده 1 2 3 بچه ها مالی ماما چی شد با؟ چی شد رو با؟ دستورین چیز در دستی تو؟ خیلی به من بوده؟ به من بوده؟ جستور به من بوده؟ برو آسیف احمق من به تو نگفتم دم همراه پدر و مادر بیو تو کی درسی من رو معلوم میکنی برو این دفعه همراه پدر و مادر بیو تلفنم رو به شما نبدیم برو نمید ابله شما هم ابله هستید که گپی رو گوش میکنید انتخاب شب در اینجا هیچ کس زور نیست بالای زور دیگری هست آمک دیدید که نشد برابر صفتم گپ زنید برابر صفت که نشد بعد یک رات ما مراجعه نمایید بگذاریم به یک کنیز رو از مؤسسه دفع کنم تا کی درسی ما رو بیان میکنم آمک بیان تو از کن یک سم رفتم همه رو بیجا کنم خیلی این آمک با بچه میکنه که تیرا کنی مرنامه معلم همان جسور خوب آن اول در پشت مکتب با یک دختر صورت گرفته شده است با صرف میگویم چی میگویم کو آن اولی کرده شده است باز جسور آخر اون پدر و مادر نداشته باشند که با این تربیه کردهشان یک بار به نزد من بیایم بعد من میدونم با آنها چی گویم حاضر در کجا آنها نبودیدن از مؤسسه بیرون شده شده بودم چی؟ شما بیشتر دازی من میایم
پدر دامها خانه وی را از کجا میاریم اکنون؟ آپای محبوبه آپای محبوبه کریم به رو برایت افشی در ایستاده حاضر اسلام بیاید. سلام شما معلمه دستور هستید؟ ها بله من شما والدینش بشویم. بله من والدینش پدرش بشوم. پسر من در کجاست؟ خیلی نفهمیدم. خیلی نفهمیدی خودتون را به کرتکی ندازید. نفهمیدم فرزندی من از سحر به دست برآمده‌اش تا حاضر به خانه آمده است. در کجاست فرزندی من؟ ها ایستید شما یعنی همون پدری به مسئولیت هستید ها؟ چی خیلی به مسئولیت که یک بار از احوال فرزندتون با خبر نمیشوید، یک بار با من هم صحبت نمیشوید. باور کنید نکنید تماما تربیه نداره. چقدر ما باید تعلیم دیه. هر روز با دست یک تلفن آورده همه رو وقتش جلب میکنه. تلفن میاره؟ نمیگذارد درس گذاره. هم به درسای من هم به درسای دیگر آموزگاران خلل میرسونه. تا او رو از درس بیرون نکنیم درس نمیگذاره. باز بر زمین این به همین خردسالیش با یک دخترک عاشق شده است و گفتی خودش را کدام گیره کارا تایی؟ هر روز بابایه. من چند بار شما رو به مجلس پدر مادران دعوت کردم نه آمده. به مجلس هم دعوت کردم نه آمده. کار داشتم بسیار معلمه جان بسیار سرکار بودم نتوانستم بخشش بدم. حتی روزنامه‌اش رو هم نخوانده که من چی نوشته بودم. فرزندتون در این حال است و شما تماما مسئولیت حس نمیکنید. باز در نصف شبی و پشت در من آمده فرزندتون را خلل میکنید. روید اول او را تربیه کنید بعد گپ زنید. نیست در یکم تو نیست. نمیدونم معلمش هم از یک جهت راست میگوید. ما به وی اهمیت ندادیم. آخر من به کار میرفتم سرکار بودم. تو اصلا به وی نگفتی که بچه جان این کارو نکنی این کار خطا است. یک بار دفتر و روزنامه‌اش رو تفتیش نکردی؟ چی؟ من یک کار کردم. انا خودش نه درک یافت. تو بهانه کن. من کار دارم. من هم کار دارم بهانه کنم. البته پسم به این خدمت دست میزنم. تو اصلا با دادره که نفهمیدی که مادر جان این کارو نکن. این کار خطا است. من نمیدونم از چیز خبر ندارم. انا بی مسئولیتی حتی پس هم نمیدوند که چی گفته است. اصلا باید دفتر رو چه داشت؟ نمیدونم چی گویم من با شما چی گویم؟ بازی باید بیاید من نمیدونم باید چیکار کنم. وای جسور ما رو شرمنده کردی در بین مردم. تو ابلهی چی گپ هستی؟ ای ابله من همه کارهای تو رو فهمیدم که به چی کار مشغول بودی. برای چی میخوای کار بکنی؟ خیلی کار گپ زن؟ برای چی میخوای کار بکنی؟ ابله یک خورد خودت هستی یک دیگه پرسنده. بده تلفنی دادم رو بده. از پشت همون تلفن خیلی آبرو گرفتی. بده تلفن رو بسر تلفن سریع. گوش کن مرد آسید همه شو یک تا به یک رو به من بفهمونی. همینی اگر یک ذره تو رو گفتی مردم بوید. گپ زن چی گپ شد؟
داداجو یک چند وقت شد که من به درسو خلال برسوندم و من رو از درسو خروج میکردم و من با یک دخترم عاشق شده بودم وقتم رو با اون میگذروندم من پولهایی که از شما بگرفتم برده به اون دخترم میسپاریدم امروز فهمیدم که اون دخترم دوست داشته و دوست داشتهش اومده سخت من رو تو کوب کرد و مرا به این حال رسوند. چی؟ تو برای یک دختر به این حال رسوندن؟ اگه مشغول دخترها بسیار ریختگی من خودم زنکت بفهم حاضر وقت همین خلقت هاست به این وزه که نصیحت کنم این خلقت زده شده است این خوش دادا جو من رو ببخشید که شما رو فیره دادم. گوش کن بچه تو حاضر برای این خیلی کارها خیلی خورد هستی فهمیدی؟ میگویم که زمانه ویران شده است زمانه ویران نشده است آدمان خود ویران شدند زمانه در جایش است دنیا در جایش است و مثل همین تو برای که در صنف پنجم خوانده ایستاده بود حالا که چی کارها رو انجام داده ایستادی این مور بر مور زد ابله زنک در اینجا ما هم گناهکار هستیم که به تو اهمیت ندادیم ولی تو هم باید بدی رو از نیکی فرق کنی بچه‌م. آخه تو زیر کودک هستی کودک عروس بازی رو چی میکنی؟ من تو رو کلان کرده خودم به تو زن میدیم فهمیدی بچه‌م؟ چی میکنی عروس بازی رو؟ انا این کار رو نکن این کار خطا است گفتم باید نکنی معلومش هم خطا است خون گفتم معلومش هم در کار است باید بکنی و من پدرم اگر وقتی من کار کردی انشاءالله برکت مییابی он пулҳоеро ки ба ту додам ҳамашро бахшидамад ҳар чие ки ба ту гирифтам ҳаққу ҳалолат буд зеро ки фалак чархи гардон аст имрӯз ки қувват дорам ба шумо хизмат дорам пагоҳ ки пир шудам منتظر توام بچم اکنون وقتی برگردانیدنی انا همون پول‌های است میگویم بچم بیار اکنون مرا خوران و پوشان در آن حالت عروس بازی کردم گفته عروست به تو پول نمیدهد این بهانه شده نمیتواند انا همون در دست نشسته خواندگی‌هایت تو رو بر سری وظیفه میبرد و تو از وظیفه‌ات پول میگیری جسور جان تو این رو فراموش مکن که من و مادرت تو رو با یک آرزوی و امید کلان کرده ایستادیم از تو باوری داریم که ما رو در آینده خوب نگاه و بین میکنی اگر همین رفتارت باشد خدا میداند دادا جون من رو یکم شد که این خیلی نصیحت کرده من از اول نمیدونستم آینده من چه است و چی گپا نشود نه از دهانی پاکشون شنیدم دادا جون شما ستون خاندانی باید من رو ببخشید که شما رو فیره دادم
نمایشنامه بی‌مسئولیتی والدین نسبت فرزندان از محفل سرایندگان نورسی مؤسسه دولتی مرکز ایجادی کودکان و نورسان ناحیه کودکی. یک قرصک بلند. بچه‌ها بیرون بشناسید. بله. خواننده مؤسسه ما، خواننده فهای مؤسسه ما. یگان بهای 4 نداشت، بهای 5 یکی ما را ترک کرد. حتی هر کجا باشد سوق سلام شد، دانش در مدی اول ماند. انتظاما بچه خوب بود. بعضی که برای بیرون از این می‌بینم. بهترین. یک قرصک بلند. با قاسم و مهراب. با همین متن با قاسم و مهراج. خواننده با میرزای و مومینه. مکتبی پوشکین از محفل سرایندگان مؤسسه دولتی مرکزی با همین مضمون به نظر و جسور مرامت از نطقش معلوم که خواننده فعال است. نقش حقیقت بازی کرد. بهترین با همین مضمون با بهرامزاده حفیظه یا خرسکی بلند دلشاده یا خرسکی بلند با همین مضمون برجب و رمزیدین مرامد یا خرسک دیگه سلامت باشید والدای عزیز یگان گفتنی‌ها داره دوستان خود تحریل میکروفون بچه از خب شما رو باور میکنم که خوانندگان ما این برنامه‌های برنامه‌ای که پیشکش خواننده‌های ما گردیدن همش قسمت‌های تربیوی داشتن همین خیلی نه یعنی میگه که ادب رو از کی آموختی؟ از بی‌ادبان انا بی‌ادب دیدید آیندهش چی میشود؟ انا از نام بچه‌ها به شما به شما رحمت کلام بیاد همیشه بیایید ما همین چورده رو انتظار هستیم موفقیت کار کنیم یا خرسکی بلند سلامت باشید TV-XXI والدین محترم نسبت فرزندان بی‌طرف نباشید